هر کی خنداند یتیم خسته را، باز یابد جنتی در بسته را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستیم خوب و بردم و سلامت هستیم. بهار آمد نه آمد بوی مادر، شدم پزمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران شاخه گل به یک تاری سفید موی مادر. زن را شوهرش از دنیا گذشت و برای روح او را شاد کردن شبهای جمعه غذای آماده میکرد و به فرزند یتیم خود میداد تا به همسایه ها رساند. کودک معصوم با آنکه از آن غذای مخصوص بی نصیب بود، آن را با همسایه ها تقدیم میکرد و با آب دهان به خانه برمیگشت. شب هنگامی بردن غذا کاسه صبر کودک لبریز شد و آن را خودش خورد و به خانه برگشت. آن شب زن شوهرش را در خواب دید که به او میگفت تنها غذای این شبعت به من رسید. زن از خواب بیدار شد و به کمال شگفتی از فرزندش پرسید دیشب غذا را به کی دادی و آن شبهای دیگر نیز به کی می دادی؟ کودک در جواب گفت من شبهای گذشته غذا را با همسایه ها می دادم و دیشب زیاد گرسنه بودم و از بوی خوش غذا آبی دهانم رفت، آن را خودم خوردم. پس از این زن دانست که بهترین کار برای روح شوهرش این است که فرزند یتیم او را خیر نگاه دارد. امیدوار هستیم از این قصه شما غذای معنوی بردید و فکر و عقیده خود را در پایان این نوار می نویسید. ما امیدوار هستیم که به شما پسند می شود و به کانال ما آبونه شدن را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.